علیکم السلام و رحمت الله. استاد جان سوال من این است اگر امین نماز عصر تیپی امام شفیعی ساعت 4:20 هم که شروع میشد از همون وقت کنیم درسته مبایم؟ در مذهب امام شافعی نماز عصر کمی بر وقت سر می شود، کمی بر وقت، اما بهترش این است که مذهب حنفی به نگاه کنید، برای اینکه وقتی پیشین به نزدیک است و شبهه دارد. فهمیدید؟ بهترینش این است که بیستید هر یک چیز تقریبا مثلا سایه خودتون 3 برابرتون شود اگر از سایه حساب کنید. کمی بر وقت است در مذهب امام شافعی، اما دولت هایی که هم از مذهب شافعی نماز میخوانند عصر رو کمی دیرتر میخوانند و پیشین نزدیک است برای اون که خیلی نزدیک است. اگر نماز رو مثال بامداد رو در وقت سر کردیم و یکم سوره دراز خوندیم بینیم که کمتر روز شدگی بعد سلام دادن و یا اثرش همون وقتی الله اکبر تکبیر تحریمه و می درود می وقتی خوندگی ما یا که اوج قضا حساب میشه. قضا نمیشود مادامی که شما شروع کردید قضا حساب نمیشود. شما با وقت نگاه کنید، داخل نماز چیزی عادی نیست. شما ببینید که چقدر وقت میخونید یا که قضا نکنید، به این اهمیت دهید. همین. السلام علیکم رحمت الله و برکاته استاد جان. و علیکم السلام و رحمت الله. سوالی من درباره نماز استاد، ما شهر رسیدنده مابین نماز شام کتی خفتن به هم بسیار وای میشم. چند ساعت فرق کردنش در کار؟ شبا کوتاه روزا دراز. امی عثمان بین شام و بین خفتن ما ساعت کتی نمیدونم یگانجا رو، همین که روشنایی آخر یا کنارهای آسمان از بین می رود وقتی خفتن می درآید. یعنی شما از رفتن روشنی اطراف آسمان وقتی خفتن رو دریافت میکنید، نه به ساعت. در هر دولت هر خیلی است. در بعضی جایها شام خیلی مدتش طولانی، در بعضی جایها نیم ساعت یا 40 دقیقه، در بعضی جایها تا 2 ساعت همین که روشنایی اطراف آسمان کلا غیب شد، تاریکی اطراف آسمان رو فرا گرفت، وقتی خفتن می درآید. رحمتی کلان حاضر ما 1 ساعت زیاد شد شام خوانده شدیم، لیکن حالی هم آسمان کبود. در این وقت انتظار میشوه داره در این وقت انتظار تاریکی میشوه. رحمتی کلان استاد جان، خداوند از شما راضی باشه. از همه من خواهر